مهاجران مسکو برای آنهایی که در بازداشتگاه موقتی ساخرو نگهداری میشوند کمکی بشری رساندند. مسئولیت جمع‌آوری مبلغ توسط شبکه‌های اجتماعی را فعالان حقوق جامعه بر دوش گرفته بودند. بعضی‌ها پول دادند، دیگران لباس و خوراکواری خیر کردند. محصولات باقی‌مانده را از بازار فودسیتی خریداری نمودند. این گونه اقدام خیریه را حامیان حقوق سال 4 بار تشکیل می‌کنند. با این وسیله آنها به قول به محبوسان بازداشتگاه فضای ایدانه می‌سازند. بازداشت شده ها حتی به خردترین کمک از جمله جوراب و تهپوش و مواد نیاز اولیه و آذوقه‌واری خرسند می‌شوند. از طرف حکومت روزانه به سر هر کس 105 روبل جدا می‌شود که خیلی ناچیز است. در بازداشتگاه ساخرو زادگان تمام کشورهای سابق شوروی و حتی از افریقا نگهداری می‌شوند. مهاجرانی که در انتظار اخراجند بجز از کمبودهای معیشی مشکلات زیادی حقوقی دارند. آنها درباره مشکلات خود با یک امید به حامیان حقوق قصه می‌کنند. بختیار خواهش نمود که چهرهش را نشان ندهیم. او می‌ترسد که مبادا مادر بیمارش نبیند. این مهاجر 1 سال است که در بازداشتگاه قرار دارد و شاید همین قدر دیگر در اینجا خواهد ماند. او را اخراج کردن نمی‌توانند زیرا 200,000 روبل قرضدار است و بعد از رهایی نیز اگر قرض را ندهد از روسیه برآمدن نمی‌مانند. آنگاه بختیار را می‌توانند باز برای 2 سال دیگر در بازداشتگاه جای کنند. من در یک بنبست قرار گرفتم، انتخاب ندارم، خودم هم نمی‌دانم. من به حامیان حقوق مراجعت کردم، گفتند مجبورم 2 سال اینجا بمانم. این دختری جوان که از قرقیزستان است همچنان نخواست نامش آشکار شود و شناسنامه‌اش را گم کرده است و 1 سال باز در بازداشتگاه به سر میبرد. اخراج او نیز غیر امکان است چون که نسبت به او پرونده جنایتی را آغاز کردند که جریمه را پیش بینی میکند. و من ورقی را دادند و من با آن به بازداشتگاه آمدم. تمام. تا این وقت من قیدی بود و باش داشتم و نمیدانم چرا چنین شد. چون این قصه ها در این بازداشتگاه خیلی زیادند. مهاجران سالها در این مرکز نگهداری می شوند که بیشتر به زندان شباهت دارد. به گفته مأموریت آنها تا حد امکان مهاجران را به وطن میفرستند و حامیان حقوق را با میل تمام اجازت درآمدن میدهند. شاید بعضی از آنها امکان آزادشوی را دارند زیرا برای هر یک بازداشت شده ماه 58,000 روبل صرف می شود. شکایت از بالای جریمه ها خیلی سخت است. از سوی دیگر نگاه داشتن این جریمه ها بیهوده است چون که آدمان 2 سال و 10 ماه در بازداشتگاه میشینند و بدون سپردن جریمه از آنجا میبرایند. بعدا آنها را باز به این مرکز میآورند و باز آنها در اینجا 2 سال و 10 روز خواهند ماند و جریمه را نمیسپارند. با این همه مهاجران امروز روزی خوبی داشتند. قبول تحفه در پس دیوار 10 چند حلاوت بخش است.